سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدم با یه کلیپ بسیار عالی، کلیپ پارک دوب. یه کلیپ دیگه هم قبلا گذاشته بودم، پارک دوب به روش آسان، و این خیلی راحت‌تر و آسان‌تر از اون یکی هستش و خدمتتون عرض کنم که با این پارک دوب خیلی راحت‌تر میتونید تو آزمون امتحان بدید و اینکه یا تو خیابون‌ها پارک کنید. دوستان این پارک دوبل هم درجا هستش، فرمون رو باید درجا بچرخونید. بعضی بچه‌ها پرسیدن درجا یعنی چی؟ یعنی توقف می‌کنیم و در حالت توقف فرمون رو ما درجا میچرخونیم. مادامی که داریم فرمون رو درجا میچرخونیم به هیچ عنوان پا رو ترمز بر نمی‌داریم تا ماشین حرکت نکنه و در همون حالت استاپ فرمون رو درجا میچرخونیم، بعد حرکت می‌کنیم. این نکته رو حتما به یاد داشته باشید. خب تو کلیپ‌های قبلی من گفته بودم که چجوری میایم بغل ماشین پارک شده فاصله ارزیمون رو رعایت می‌کنیم. بهتون گفتم که وسط شیشه رو، حالا پراید اگه باشه ساعت هستش و ماشینای دیگه دقیقاً وسط شیشه رو، وسط داشبورد رو نشونه قرار میدید، یا انتهای برفکن سمت راست اون پینش رو میندازید کنار چرخای سمت چپ ماشین پارک شده و مستقیم در امتدادش دیگه فرمون چپ و راست نمی‌کنید. میرید جلو و در کنارش قرار میگیرید و فاصله‌مون قشنگ 50 سانت میشه، به اندازه یک دست میشه و اون موقع ما پارک دوبلمون رو انجام میدیم. خب الان میریم جلو ببینیم که چجوری میتونیم که این پارک دوبل رو به راحتی انجام بدیم. خب من مستقیم انتهای برفکن یا وسط شیشه رو میندازم زیر چرخهای ماشین پارک شده و میرم جلو و یه کاپوت دیگه میرم جلوتر بچه‌ها و حالا اقدام به دنده عقب میکنم. خب حالا اینجا ما ماشین داخل دنده عقب قرار میدیم، راهنمای سمت راست رو میزنیم، آینه سمت چپمون رو چک میکنیم، عقبمون رو نگاه میکنیم، چون موقعی که داریم دنده عقب میگیریم سر ماشین سمت چپمون وارد خیابون میشه، به خاطر همین حتما نگاه میکنیم که باعث تصادف نشیم و مشکل ایجاد نشه برای ما. و حالا ما دنده عقب میگیریم. باشه موقعی که تو لچکی عقب، تو این قسمت که دارم با دست نشون میدم، چراغ ماشین پارک شده رو دیدید، درجا و در حالت توقف یک دور فرمون رو به سمت راست میچرخونیم. دقت کنید، یک دور به سمت راست میچرخونیم و پا رو از روی ترمز بر نمیداریم تا ماشین حرکت نکنه. حالا ما کم کم دنده عقب حرکت میکنیم. باشه تو این حالت موقعی که قاب آینه سمت راستمون، کلا قاب آینه سمت راستمون کامل چراغ سمت چپ ماشین پارک شده رو پوشوند، دقیقاً اینجا، دقیقاً موقعی که پوشوند، حالا ما تو همین حالت که فرمون رو کامل در حالت توقف به سمت چپ میچرخونیم تا فرمون قفل بشه. الان فرمون قفل شد، کامل به سمت چپ چرخوندیم، دوباره دنده عقب به صورت نیم کلاج و لاک پشتی. دوستان حتما دقت کنید، مخصوصا تو آزمون خاموش نکنید، گاز یک نواخت بدید و سعی کنید که گاز روی 1.5 دور نگه دارید، کم و زیادش هم نکنید گازو، و کلاژ نم نم میاد بالا تا نیمه و بالاتر از اون نیارید. سعی کنید تا نیمه سنگین، مخصوصا ماشینای آزمون خیلی بچه‌ها گفتن که ما خاموش میکنیم، حتی گاز میدیم روی 1.5 بازم خاموش میشه. اینو حتما در نظر داشته باشید که گازو از 1.5 بیشتر بدید و خدمتتون عرض کنم که کلاژ خیلی سنگین و آروم بیارید بالا تا ماشین خاموش نشه. این نکته رو حتما در نظر داشته باشید. خب ما با همون فرمون که تا انتها سمت چپ قفل کردیم، نم میایم عقب. آینه سمت چپمون رو حتما چک میکنیم که باعث تصادف نشیم ماشینایی که میان عبور میکنن. خب بچه ببین الان فاصلمون با جلو عالی شدش و فاصلمون هم با جدول 50 سانت قشنگ داره میده. خوب دقت کنید. این خیلی روش آسون خیلی راحت هستش بچه‌ها، برای آزمون راحت میتونید استفاده کنید، برای تو خیابون میتونید راحت استفاده کنید و با کمترین زمان ممکن میتونید حرکت انجام بدید. و این یه پارک دوبل درجا هستش و فرمون رو درجا میچرخونیم. خدمتتون عرض کنم که با ماشین خودتون تست کنید حتما تو فرمون دوم که قاب آینه میفته روی چراغ چپ ماشین پارک شده. حالا باز با ماشین خودتون قلقیری کنید، یه خورده جلوتر یا عقب‌تر تست بکنید
دقیقاً فاصلتون با جدول 50 سانت 45 سانت رو میده. دوستان ازتون خیلی سپاسگزار و ممنونم بابت انرژی مثبتی که بهم میدید، بابت لایک هایی که میکنید. خیلی لطف میکنید به من. خدمتتون عرض کنم که پست‌ها رو سیو کنید و برای دوستان حتما بفرستین تا کسایی که نیاز دارن بتونن از این پست‌ها استفاده کنن. امیدوارم که از این کلیپ خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.